توی ویدیوی قبلی با 10 اشتباه رایج زنان در روابط عاطفی آشنا شدی و توی این ویدیو شما رو با 10 تا از رایج ترین اشتباهات مردان در رابطه آشنا میکنم. بدون معطلی بریم سراغ اولیش. اشتباه اول، عدم ارتباط مؤثر و گوش ندادن. بزرگترین اشتباه همینجاست. خیلی از مردا فکر میکنن که گوش دادن یعنی فقط ساکت بمونی تا نوبتت برسه که جواب بدی، در حالی که گوش دادن واقعی یعنی طرف مقابل واقعا حس کنه که فهمیده شده. تحقیقات روانشناسی میگه که زمانی که طرف مقابل حس کنه فهمیده شده، مغزش اکسیتوسین ترشح میکنه، همون هورمونی که پیوند عاطفی رو قوی تر میکنه. پس دفعه بعد که دیدی همسرت یا پارتنرت داره باهات درد و دل میکنه، وسط حرفش راه حل نده، فقط گوش بده، نگاه کن و نشون بده که درکش میکنی. اشتباه دوم، ابراز نکردن احساسات. خیلی وقتا مردا یاد گرفتن که مرد که گریه نمیکنه یا مرد باید محکم باشه، ولی واقعیت اینه که آسیب پذیری پلیه برای صمیمیت. زمانی که احساساتت رو پنهون میکنی، انگار یه دیوار بین خودت و طرف مقابل میکشی و اون دیوار کم کم تبدیل به فاصله میشه. اشتباه سوم، انتظار ذهنخوانی. هیچ کس نمیتونه ذهن تو رو بخونه. اگه چیزی میخوای بگو، اگه چیزی ناراحتت کرده توضیح بده. انتظار ذهنخوانی یکی از قاتلای خاموش روابطه. ناگفته ها همیشه خودشون رو به بدترین شکل ممکن نشون میدن. اشتباه چهارم، بی‌توجهی به نیازها و احساسات همسر. یک گیاه اگه بهش آب نرسه به مرور زمان پژمرده و خشک میشه و اگه توی رابطه عاطفی بی‌توجهی به نیازها و احساسات وجود داشته باشه، اون رابطه مثل اون گیاه آروم آروم پژمرده و خشک میشه. توجه به جزئیات خیلی کوچیک مثل یادآوری یه روز مهم، گفتن یه جمله عاشقانه بی‌مناسبت، یه نگاه محبت آمیز و تلاش برای شناخت نیازها و احساسات همسرت معجزه میکنه. اشتباه پنجم، فراموش کردن رمانتیک بودن. خیلی‌ها فکر میکنن رمانتیک بودن فقط مال دوران نامزدی و اوایل رابطه است، ولی واقعیت اینه که اگه یک عشق بدون لحظات رمانتیک باشه، مثل شعریه که قافیه نداشته باشه. یه شام ساده 2 نفره، یه شاخه گل یا حتی یه پیام عاشقانه توی شلوغی روز، اینا همون چیزایی هن که رابطه رو زنده نگه می‌دارن. اشتباه ششم، فقط دنبال حل کردن مشکل بودن. مردها ذاتاً حل مسئله‌ای هن. یعنی طبیعتشون حل مسئله است، ولی وقتی که زن حرف میزنه همیشه دنبال راه حل نیست، گاهی فقط میخواد شنیده بشه. پس به جای اینکه سری نسخه بدی، گاهی فقط بگو میفهممت عزیزم، حقت بود که ناراحت بشی. همین یه جمله ساده میتونه کلی آرامش بیاره. اشتباه هفتم، از دست دادن هویت شخصی. بعضیا وقتی وارد رابطه میشن همه سرگرمی‌ها و علایق شخصیشون رو ول میکنن، اما جذابیت از همونجاست. این که تو دنیای خودتو داری، علایقتو داری و بعد اون دنیا رو با شریک زندگیت به اشتراک میذاری. اشتباه هشتم، انتظارات غیر واقعی. هیچ رابطه‌ای بی‌نقص نیست و هیچ آدمی کامل نیست. زمانی که معیارها رو روی رویا و فیلم و سریال میذاری، همیشه ناامید میشی. پس واقع بین باش. پذیرش نقص‌ها یعنی بلوغ در عشق. اشتباه نهم، فرار از حل مشکلات. خیلی‌ها وقتی مشکلی پیش میاد یا سکوت میکنن یا قهر میکنن، ولی سکوت و قهر کردن فقط زخم رو عمیق‌تر میکنه. گفتگوی محترمانه و شفاف همون کلیدیه که در مشکلات رو باز میکنه. و اشتباه دهم، قدر نشناسی. قدردانی یعنی دیدن تلاش‌های کوچیک. زمانی که بگی مرسی که برام این کارو کردی، طرف مقابل حس ارزشمندی میکنه. شاید خیلی ساده به نظر برسه، اما تحقیقات روانشناسی ثابت کرده که قدردانی منظم سطح رضایت رابطه رو چندین برابر میکنه. و حالا یک سوال، کدوم موارد رو بیشتر از همه تجربه کردی؟ ما توی کانال یوتیوب هوشیار محتوایی داریم که کمکت میکنه هر روز 1% رشد کنی. اگه به روانشناسی و توسعه فردی علاقه داری، حتما به خانواده‌مون ملحق شو.